الان که فصلشه به راحت ترین روش ممکن دلمه برگ ما درست کنید و از خوردنش حسابی لذت ببرید. تمام نکاتش رو از 0 تا 100 تو این ویدیو بهتون آموزش میدم. چطوری راحت رولش کنید، تو قابلمه بچینید، قالبی درش بیارید و میزتون رو رنگی و جذاب کنید. نگم از مزه محشری که داره. نکات رو رعایت کنید، دلمتون فوق‌العاده میشه. برای درست کردنش اول از همه 2 تا پیاز متوسط رو نگینی خرد میکنید و تو تاوتون تفت میدید تا سبک بشه. نمک فلفل زردچوبه رو اضافه میکنید تا عطرشون آزاد بشه. حالا 300 گرم گوشت چرخ کرده رو تفت میدین. گوشتتون که قشنگ با پیاز تفت خورد و تغییر رنگ داد به این حالت در اومد، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه رو سعی کنید توی روغن تفت بدید تا رنگش باز بشه، بعد با گوشتتون ترکیب کنید. سبزی‌های دلمه خیلی مهمن. ریحون، گشنیز، پیازچه، ترخون، مرزه شوید که اندازه تو کپشن نوشتم. وقتی آب سبزیتون کشیده شد، یه پیمونه لپه پخته شده و 1 پیمونه برنج نیم پز شده رو اضافه کنید و حسابی ترکیب کنید. حالا فوت کوزه‌گریش اینجاست. برای چاشنیش که طعمش رو بی‌نظیر میکنه، ترکیب سرکه و شیره یا سرکه و شکر رو بهش اضافه کنید، حدود 5-6 قاشق غذاخوری، و حسابی هم بزنید. روی طعم دلمتون تأثیر خیلی زیادی داره و محشر میکنه مزه‌شو. مواد دلممون آماده است. فعلا میذاریمش کنار و برگ موها رو حدوداً 2-3 دقیقه داخل آب جوش میذاریم تا تغییر رنگ بده و بعد آب کشی میکنیم. رو برگاتون هم یه دور آب سرد بگیرید تا خنک بشه، عملیات پختش متوقف بشه. الان همه چی آماده است تا دلممون رو درست کنیم. روی زیپ کیپ یه برگ قرار بدید. اگه برگتون نازکه 2 تا برگ بذارید. برای راحتی کارتون مواد دلمه رو داخل قیف پلاستیکی بریزید و به این صورت این قسمت از برگتون رو پر کنید. 2 سمت برگ رو بیارید جلو و از بالا شروع کنید به پیچیدنش. برای اینکه محکم پیچیده بشه با کمک همون زیپ کیپی که زیرشه و یه کاردک به این صورت رولش کنید. اگر همچین کاردکی ندارید میتونید از دستتون، از اون یکی دستتون کمک بگیرید و روی دلمه حائل کنید و با اون یکی دستتون هم نایلون رو بکشید. این روش راحت ترین روشه برای پیچوندن دلمه و خیلی سفت و محکم پیچیده میشه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، نظرتون هم بر من بنویسید و اگرم عضو کانالمون نیستید سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا پستای جدید رو بهتون خبر بده. دلمه ها الان آماده است. وقتی همه رو پیچوندین کف قابلمه‌تون روغن بریزید و چند تا برگ بچینین. این برگا باعث میشه که در واقع ته نگیره. اگرم ته بگیره دلمه‌تون انتهاش نسوزه و برگ ها تیره بشن. دلمه ها رو به این صورت مطابق ویدیو دور تا دور قابلمه‌تون رو پر کنید، قشنگ فشردش کنید و برای سسش ترکیب سرکه، آب و شکر یا شیره رو با هم ترکیب کنید و بهش اضافه کنید. یک مزه ملسطوری به دلمه میده که بی‌نظیره. از رب انارم میتونین استفاده کنید، ولی ترکیب سرکه با شیره
فوق العاده است. روی دلمه هاتونم یه بشقاب یا پیش دستی بذارید تا قشنگ فشرده بشه، درش ببندید، بزنید روی حرارت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم زمان میبره تا پختش کامل بشه و در واقع اون مایعی از سرکه و شیره رو که بهش اضافه کردیم کاملا تبخیر میشه و به خورد دلمتون میره و مزهشو محشر میکنه. یه بشقاب روی قابلمه‌تون بذارید و به راحتی برش گردونید و با پیاز داغ و زرشک تزیینش کنید. به همین راحتی و خوشمزگی امیدوارم درست کنید، از خوردنش هم حسابی لذت ببرید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. من شیما رسولزاده هستم. اگر برای اولین باری که ویدیوهای من دارین تماشا میکنید یه سر به کانال یوتیوبم بزنید و از آموزش‌های دیگه کانالم دیدن کنید و اگر خوشتون اومد سابسکرایب کنید. ممنونم از محبت و همراهی همیشگیتون.